مادر جان این چیپس هم از پیشم سوخت. ناف سرم قدر ورخطایی کردی. چرا سوخت؟ خب مادر چیک زده میری ورخطا شدم. ورخطا؟ شما در هر کار ورخطا میشین، این اولین کارت نیست. مادر چی کردیم؟ تو در این صورت از من راضی نیستی. در این صورت که تو کار کنی که من راضی باشم، من راضی می باشم. تو کاری میکنی که من از تو بیشتر خفه شوم. حالا مادر خودت هم نام خدا دست پای دستایی که از من کده کلان است. خب برای چی عروس گرفتیم؟ عروس برای میگرفتی که برای تو لقمه نان تیار کنه دادانت بته. اگه لقمه نان تیار کردن نمیتونه کار خوب کنه، نه چیپس مرا بسوزانه و کچالو چقدر قیمت است؟ خیر مادر صدقه سرم کچالو دو دانه کچالو چیه؟ صدقه سر فقط تو میاری اینجا. مستم که میرم بازار سودا را میگیرم و پیسه من میره، پیسه تو خونه میره. تو خب بیا زمیگه پاره میگی. حالا مادر برای من پیسه نمیتی که برم دکان دور پر میری ترکاری میاری یا دور پر تو یک دفعه پرسان کو از نرخ مارکت و بازار تو یک دفعه خبر شو که شاید خودت نسوزانی و وقت باز عقل دسترت بیایه. من هم میفهم مادر که تو مادر هستی یا دشمن جانم. دشمنت نیستم، تو گرفتی بسته کچالوی مرا، یک سیر کچالوی مرا در دادی. وی مادر چقدر خوردم من کرسی. یک سیر از کجا شد؟ من یک سیر آورده بودم. من یک سیر کلش بر تو بخته نکردی. مرچند میفهم که زیاد شکم دوست. تو برو دیگه کچالو را بیار. نیست. واقعا من احساس کردم که خاله صابر است. آفرین بسیار موفق بودی. تشکر. حالا همراه خودت آمده تمثیل کرده بود؟ در خانه ها یگان ولی قدر بازی نمیکنیم. اولین دفعه بود که با شما تمثیل کردم. آفرین آفرین. نه بسیار خوب است. تمثیل خودم خیلی خوب است. نام خدا موفق باشی. تشکر. خب خدا تو میتونی تمثیل کنی؟ والا می خاله صابره نقشش زیاد خوش میاد. می خاله صابره نقش بسیار خوب است. بله خاله صابره جان ان شاء الله هر جایی که باشن خوش و آرام باشن. بله بله. هموطنای ما واقعا هر جایی که میبینن از اونها پرسان میکنن و طرفدارایشان خیلی زیاد است. بسیار یک زن موفق هستند. دقیقاً. خب مادر سینمای افغانستان هستند. بله. و تجربهشان به مراتب بیشتر از هم بالاتر است. بله. اسم میکنیم. تو یک نقش خاله صابره جان خودت دوست داری کدام نقش است که میخوای تمثیل کنی؟ امی نقش که سر هر کس گپ میزنه و تا نوی گپ اینمی خوب است. یعنی خوشم نمیاد. امی نقششان بسیار خوب یک مادر اصلی و یک خوشوی اصلی و کاراکتر بازی میکنن. به این خاطر بسیار خوب معلوم میشه سریال و اینا. بخی امور زندگی اصلی واری معلوم میشه. اگه تا است که نقش خود است مثلا بازی میکنن بسیار خوب بازی میکنن اما در دلت امو میمونه که امو سریال است. ولی وقت خاله صابره و نقش بازی میکنه فکر میکنی که داخل سریال نیست، در داخل زندگی یک نفر است. این رقم گپ میزنن. بله. خب یک نقش شخصی تمثیل بکنیم. مثلا ما بازار رفتیم لباسای نو گرفتیم، چیزای نو خرید کردیم، یعنی اسراف کردیم، پیسه‌اش زیاد مصرف. بله. خاصه است. مادر جان کالای نو مثلا که چقدر مقبول است؟ کجا ازی مقبول است؟ رفتی چی گرفتی؟ چند گرفتی را؟ 5000 گرفتیم مادر. نه بچه بیچاره ما اونجا کار میکنن تو رسای که تو هم پیسه‌شو فقط مصرف کنی. حالا مادر بچه تو بیچاره است. من اینجا در قفس افتیدیم یک جوره کالا از دستان خریدم. من رسای که 4 سال است یک کالا در جانم از بچه بیچاره ما شب و روز کار میکنن. به می که تو بری رقم کالا رو 5000 بخری؟ مادر جون سلیقه خودت نشون میده 4 سال یک جوره کالا رو پوشیده میری. سعی که چقدر خوب معلوم میشه. از می تو خوب شسی از من. حالا او مادر تو نام خدا که سال شدی دیگه عمرت خوردی خلاص است. رفتی پیسه رو کلش مصرف کردی سر زمین کالا. یعنی میگه پیسه کالای تو رو ممیال خرج روز روزگار خودم انداختم. مادر جان من که میبینم تو پیسه رو تف میکنی گریه میکنی داستینات درو کردی خلاص. خب امروز میگم که شما بخورید چیره خیزار زقم میکنین. مادر تنها گپ خوردن نیست، مردم سر و وضع ما رو سر میکنن. هر روز صبح میاین نان، چاشت میاین نان، شب میاین نان. سودا از کجا میشه؟ این پیسه کالای تو بود که من رفتم میخریدم. نان من پیسه نان از کجا کنم؟ مادر جان من پیسه تو رو نگرفتیم. 5000 پاس شکر خودم در اکانت. پیسه بچه ما بود. پیسه بچه عزیز من هم میفهم کو بچه عزیز. ما اون روز چقدر برات کالا آوردم، چی یک چادری برات آوردم، امرو پوش برو بیرو. مادر من دایی اصل دیگه کلی ایجاب میکنه مر سر ما چادری. نه چادری سایز بر تو. این چهار طرف همسایه چی میگه؟ عروس نه عروس ماجان چی پوشیده؟ مادر جان چادری خودت بود برای خودت میسیبه. حالا من خب پیر شدم، من خلاص هستم. من که برای مام کس چیز نمیگه. تو خود جوان هستی، چادری بپوش پد که خدا. این کالا رو پس میتی پیسهش میاری. همینطور مادر من این کالا رو قدر خوش دارم رنگ. نمیاری. پیسه زیر میاری به من میتی که من میرم نان یا میارم، سودا میارم. سعی که دختره که بیچاره من هیچ چیز نمیپوشه سر جان. تو میره میخری میاری. مادر من از خود پیسه دارم از خود. حالا پیسه تو از کجاش؟ رو پیسه بچه ما کار میکنه.
واقعا آفرین، خیلی خوب تمثیل کردی. مطمئن هستم خاله صابره جان ببینه میگه که خیلی نقشه را تعقیب کرده و نه یاد گرفت.